وجماله إعجازه وحروفه وكماله الوحي جاء به إلى محبوبنا والكون عاد هداه عاد جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. یک بار دیگر همه شما عزیزان و بزرگواران را به برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. در پیامی از پیام‌های قرآنی، یعنی به یک پیام دیگر قرار داریم که الله سبحانه و تعالی در سوره های مختلف، یعنی می توانیم بگوییم در 5 سوره از سور قرآن، در سوره الانعام، در سوره الاسراء، در سوره فاطر، در سوره الزمر و در سوره النجم، الله سبحانه و تعالی این پیام را برای بندگان خود بیان نموده. الله تعالی می فرماید: ولا تزر وازرة وزر اخرى. هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد. الله سبحانه و تعالی میخواهد با این پیام بندگان خود را متوجه بسازه که بفهم که هر کاری که انجام دهید فقط از تو پرسان می شود. در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید: ولا تکسب كل نفس الا علیها. ولا تکسب كل نفس، انجام نمی دهد، کسب نمی کند هیچ نفسی مگر که انجام می دهد بر خود. بعضی انسان ها در جامعه گناه می کنند به خاطر چی؟ به خاطر فلانی. بعضی انسان ها گناه می کنند به خاطر محبتی که به زن و فرزند دارن. شخص میره رشوت میگیره، رشوت میخوره تا زن و فرزندش آرام و آسوده باشن. شخص میره دست به مسائل ربوی، سود و قمار میزنه تا زن و بچهش راحت باشن و از زندگی لذت ببرن. حالا جواب کی میده؟ زن و بچه عیش و نوش و استراحت کردن، جواب باید خودت بدی. ولا تزر وازرة وزر اخرى. هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمیگیرد. یا این که بعض انسان ها گناه میکنن از روی چی؟ از روی قومیت. چرا حق را بیان نمی کنی؟ چون قوم من هست. چرا با فلانی ظلم می کنی؟ چون به خاطر که قوم من نیست. این را بدان و متوجه باش که به حشر الله سبحانه و تعالی از خودت پرسان میشه.
نگو که فلانی برای من دستور داد برو ظلم کن. این به حشر مورد قبول نیست، مورد پذیرش نیست. درست او کسی که فرمان داده به ظلم، به قتل، به کشتار، الله سبحانه و تعالی می فرمایه وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولا يحملن وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. اینهایی که وقال الذين كفروا، کفار میگویند برای مسلمان ها اتبعوا سبیلنا، راه ما را پیروی کنید. ولنحمل خطاياكم، ما گناهان شما بر دوش ما. اما در حشر گناهان را بر دوش نمیگیرن. امروز تو کسی که به خاطر فلانی میری ظلم میکنی و او شخص میگه برو ظلم کن به دوش من، برو گناه کن مسئولیتش به دوش من، برو قتل کن مسئولیتش به دوش من، در حشر این گناه را شخص به دوش خود نمیگیره. چی میشه؟ این گناه از خودت پرسان میشه. درست است عذاب او سنگینتر میشه در جهنم، عذاب او سختتر هست، شدیدتر هست، چون فرمان داده. اما گناهی که تو کردی بر دوش خودتوست. بعضی از انسانها گناه میکنن از روی عناد و سرکشی، از روی جهل و نادانی. یک خواهر میبینی بی‌حجابی میکنه، چرا بی‌حجاب هستی؟ من حجاب نمیگیرم ضد فلانی. حالا تو عصبانی هستی، قهر هستی، نباید که این قهر تو و این عصبانیت تو سبب بشه که تو فرمان الله را بشکنی. حجاب دستور الله است. این بی‌حجابی که تو در دنیا میکنی در حشر جوابش را خودت باید بدهید. ولا تزر وازرة وزر اخرى. اما باید این را بدانیم که شخص مثلا به عنوان زعیم، به عنوان قماندان، افراد خود را وقتی مجبور میکنه که بروید ظلم کنید، بروید ستم کنید، اینها باید برایش بگوین که این فرمان تو خطا هست، فرمان تو اشتباه هست. وقتی ما این گناه را انجام بدیم باید به حشر جواب بدیم. اگر یک شوهر ظالم بر سر زن فشار میاره که تو بی‌حجابی کن، باید اول اون شوهر فهمانده بشه که گناه تو در حشر سنگین‌تر هست. پس اینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تزر وازرة وزر اخرى. باید متوجه باشیم این پیام الهی است، پیام قرآن هست. هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمیگیرد که ما در حشر بگیم که فلانی ما را وادار به گناه کرد، فلان قماندان صاحب ما را وادار به گناه کرد، فلان رئیس قوم و بزرگ قوم ما را وادار به گناه کرد. باید جواب خود را بدهید. نکته دیگر که در این آیه مبارکه و در این پیام نهفته هست اینه که الله سبحانه و تعالی میفرمایه ولا تزر وازرة وزر اخرى. هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد، یعنی این که هر کس مسئولیت خود را داره. باید که هر کس جرم کرده سزای خود را و جزای خود را ببینه، نه این که به خاطر جرم یک شخص ما بیاییم یک قبیله و یک قوم و یک منطقه را از بین ببریم. ما نباید به خاطر یک شخص جرم کرده افراد دیگر را مورد تهدید و شکنجه و اینها قرار بدهیم.
وقتی میبینیم سیدنا یوسف علیه السلام برادرش وقتی که اون ظرف از داخل به اصطلاح مظروف برادر یوسف علیه السلام پیدا می شود، برادران یوسف چی میگن؟ یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیر فخذ احدنا مکانه، فخذ احدنا مکانه و انا نراک من المحسنین. عوض این ما را بگیر، ما در جایش می نشینیم. این پدر ضعیف داره، پدر موسفید داره. در جوابشان یوسف علیه السلام چی میگه؟ معاذ الله ان نأخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. چگونه من بگیرم؟ من نمیگیرم، دستگیر نمی کنم هیچ کسی را الا مگر کسی که در از او جرم صورت گرفته. وقتی ما متار از جایی و از نزد کسی که یافتیم ما او را دستگیر میکنیم. به شما متباقی کار ندارم، شما کاروان هستید، این فرد جز افراد شما بود، چنین به اصطلاح جرم را مرتکب شد، من فقط با همین کار دارم. اینه که ما باید هر انسانی که و هر فردی که دچار مشکل میشه، ما باید قضیه وقتی فرد انجام داده از دید فرد ببینیم، نه اینکه یک شخص جرم کرد. متاسفانه امروز در بین جامعه ما وقتی نگاه میکنیم یک شخص از یک قوم اگر جرمی میکنه کل قوم انسانها متهم میکنن. از یک قبیله شخص جرم کرده کل قبیله متهم میشه. نه خیر، این پیام قرآن هست ولا تزر وازرة وزر اخرى. متوجه باشید که حتی گناه این دست را الله از این دست پرسان نمیکنه. اگر با این چشم گناه کردی الله سبحانه و تعالی از این چشم پرسان نمیکنه. ولا تزر وازرة وزر اخرى. هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمیگیره. مجرم هست. وقتی نگاه میکنیم تصمیمی که به خاطر یک فرد عموم قتل عام کرد کی بود؟ فرعون. هنگامی که ساحران گفتن طفلی به دنیا میآیه که تمام تخت و بخت تو را، پادشاهی تو را، حکم و حشم تو را همه را به هم میریزه، یک طفل. اینجا فرعون دستور داد که هر طفلی که از بنی اسرائیل به دنیا میآیه پسر هست او را بکشید. فرمان قتل عمومی فرمان فرعون بود، اما راه انبیاء علیهم السلام، راه دین اسلام قرآن چنین نیست. ولا تزر وازرة وزر اخرى. این پیام را فراموش نکنید. امروز متاسفانه مثلا یک نفر از بین اقوام پشتون یک جرم کرده، دیگران میان کل اقوام پشتون میگن همه اینها چنین هستن. چنین نیستن. یک فرد از بین اقوام ازبک آمده جرم کرده، جنایت کرده، نباید بگیم کل ازبک ها. یک نفر از بین تاجیک ها جرم کرده، جنایت کرده، نباید بگیم کل تاجیک ها. یک نفر از بین هزاره ها جرم کرده، جنایت کرده، نباید بگیم کل هزاره ها. هکذا اقوام دیگر. یک نفر از بین عرب جنایت کرده، نباید بگیم کل. اگر ما بگیم که ابو لهب کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم، کاکای پیامبر مشرک بود،
الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها گفت تبت یدا ابی لهب و تب. حالا دیگه ما بگیم کل قوم قریش. پس به اینه که ما باید متوجه باشیم که ولا تزر وازرة وزر اخرى. بعضی انسان ها میگن مثلا یک شخص جرم کرده، میگه ریشی و خراب بود، شیر درست نخورده بود. اینا اشتباه هست. میگه نسل این خراب بود، اشتباه هست. حضرت نوح علیه السلام پیامبر اولوالعزم، پسرش چی میشه؟ کافره. از نسل پیامبر. حضرت ابراهیم علیه السلام پدرش چیه؟ نوح نسل او کافر میشه، فرزندش کافر میشه. ابراهیم علیه السلام پدرش چیست؟ یک مشرک هست. پس به هر حال ما نمیتونیم وقتی پسر خراب بود پدر را متهم کنیم، وقتی پدر خراب بود فرزند را متهم کنیم. این پیام الهی را فراموش نکنید. ولا تزر وازرة وزر اخرى. هر کس جرم میکنه فقط مجرم را متهم بسازید. اللهی که به او عظمت و بزرگی هست فقط میگه هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمیگیرد. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه این پیام الهی را همیشه سرمشق زندگی خود بسازیم که احترام به همه انسان و انسانیت داشته باشیم. فقط اگر کسی را مخاطب می کنیم که مجرم هست باید جرمش ثابت بشه و اگر فرد بود جرمش را فقط تعلق به خودش بدهید، نه به قومش، نه به قبیله اش، نه به اطرافیانش، نه به خانواده اش. پروردگار عالم بر ما توفیق بده که با این پیام های قرآنی درست و صحیح آشنا بشیم. تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدار همه شما خوبان و سروران. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.